بزرگ سلام علیکم برادر عزیز، امیدوارم که خوب و صحت سلامت باشین و بسیار یعنی که برنامه دوستای شما است. فکر کنم انا اشونی سلفی مولوی بودرینگ انا چمپیون وید بهش سکرتا قهرمان ملت گنرال ارتش نجات دهنده مردم افغانستان و سویت دهنده مردم رمزای دهنده مردم افغانستان کجاست این انسان؟ چرا این چند روز می شود دنیا می شود حداقل تعزیه بیان نمیکنه قطعی اهل اولادش، یعنی همش گنرال بودن برادری عزیز. خب اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به جمعی مردم تاجیکستان و به استودیوی برنامه خودمان. خب برنامه خب یک شوخی میکنم با اجازت شما، بعدا انشاءالله که صحبت شروع میکنم. فقط نجات دهنده سیاره بله درباره انمو شوخی است. خب برادر حسنیوف سهری یک نوار کردیم ما در فیسبوک. در همون نوار گفتیم که اگر در کار شما ما را میاییم، فهمید به فکرم که اومدنی هستیم از هر سه که در فرانسه هر جمعه یک جای دودگی بودیم دیگه، به فکرم که فرار کرد. میای تلفنمون هم میدزدین برید ده یورگایی که میغلطه 10 یورگا تقای ماشین چینده میگیرن میگریزن میرین تو خونتون. خب برادر جان، رحمانوف باری اول نیست در مشکلی خلق پرتافته میگریزه. این چنین در حالتی که مردم گرفتار مشکلی شدید در حالت کرونا ویروس بودن که بعضنش در ایرپورت ها، بعضنش در کارخانه ها، بعضنش بگیم که در پدول ها، بعضنش در صحرا به صاحب ماندگی بود. رحمانوف همین طوری که امروز با گنرال هاش نابود است، هم خیلی با سفیرهاش، با کنسول هاش نابود بود. در هر کجایی که تاجیک کارزدار بود، همون شب و روز رحمانوف در اوجا نبود. رحمانوف به نام نشان نابود بود. حتی بعضا وقت بین مردم خیلی صحبت ها را میرفت که رحمانوف کرونا ویروس شدگی. خب امروز هم البته که مشکلی بالای مردم آمدگی است با دسترنجی خیلی همی رحمانوف و هر کجایی که مشکلی است رحمانوف در اوجا نیست. رحمانوف فقط در همون جایی است که مشکلی نیست و تا زمانی که کوشش تلاش میکنه مشکلی را میسازه دیگه بعد از او ناپدید میشود. یعنی نگاه کنین، در هر کجایی که بسم الله الرحمن الرحیم است در اونجا شیطان نیست. یک انسان به نام قهرمان ملت، به نام پیشوای ملت، به نام غمخوار ملت، به نام پدر ملت در تمام مشکلی های مردم همراه مردم باید باشد. اما همین نفر خودش چندین بارها میشه و اثبات میکنه که همین انسان سزاوار همه تعریف های شما نیست. اچوپلوسو همین انسان نیست در بر خلق در زمان ضروری. کجا شما میخیزین همین انسان خطونه شرمنده و این بیچاره را پذارید میکنین، پیشوای ملتش میگین، اساس گذاری نمیدونم صلح و وحدت و دیگرش میگین. خب در مسئله جنجالی که بین مردم قرقیزستان و تاجیکستان صورت گرفتگی است، من به خدا قسم فکری شخصی خودم میگم. حالا من نمیگم که این مطابق با فکری فلان گروه هست یا که فلان نفر. من فکری شخصی خودم میگم و در این فکر شخصی من خودم تنها جوابدار هستم. همین جنجالی که در بین تاجیکستان و قرقیزستان است
نه به خدا قسم به منفعت تاجیکستان است و نه به منفعت قرغیزستان. ضررش هم به هم به قرغیزستان تمام میشه و هم به تاجیکستان. یکی از ضرر کلانترینش ضرر ایمانی است بین هم مردم قرغیزستان و هم مردم تاجیکستان. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤهم جهنم خالدین فیها. اگر خطا نکنم کسی که یک مسلمان میکشه جزای او جهنم است دائما و ابدا، مخلد در جهنم میسوزه، یعنی دائما در دوزخ او انسانی که مسلمان کشتگی است میسوزه. و امروز هم تاجیکا قرغیزا را کشتستند و هم قرغیزا تاجیکا را. فایده از اینجا تنها به همون نفرهایی هست یا به اون ملت‌هایی هست که همون گردنبند رحمانوف در دست همون نفرها هست. یعنی به صاحبای رحمانوف فایده میرسه، نه به مردم تاجیکستان نه به مردم قرغیزستان. شما ببینید حال همین نفرهایی که از این جنگ فایده میگیرن، همین نفرها معلوم میشوند، همین نفرها میآیند در بین میدرویند گویا که آشتی میدارونند و همین نفرها فایده شون از قرغیزستان اینجا از تاجیکستان فایده شون تنها همون است که بگیم که شورش تاجیکستان میدوزه تا اینکه کار بود بشه. امروز متاسفانه تاجیکستان با تشبوس امام علی رحمانوف برای انمو نفری که گردنبند رحمانوف در دست آنها است، یعنی رحمانوف سگ آنها است، تاجیکستان متاسفانه یک اینسترومنت شدگی است که اینها استفاده میبرند تا کارشون بود بشه. یعنی نگاه کنین مردم تاجیک در همین سیتواسیا برای که کارشون پختگی نیست، برای که حکومت قرغیزستان گردن‌نوازی کردگی است، بگیم که با دودکای اونا رقص کردگی نیست، تاجیکستان در اینجا گرفتن پیشکه کردن، مردم تاجیک گرفتن پیشکه کردن، استفاده برده استن و ملاهای به نام حاجی میرزا و دیگر امام خطیبای مسجدها مردم دعوت به مسلمان کشی کرده استند. ما در اینمی سیتواسیا در نزد خداوند شاهدی میتم که از زبانی انمی فلانی ملاها ما وسوسه شنیدم که مسلمان بخیزه برادر مسلمان شد. ما دیروز یک نوار همین صبح اما نوار دیروز کردگی بود حاجی میرزا، یک نوار 10 مینوته همین صبح تماشا کردم نوار، به خدا قسم همین دنیا در نظرم تاریک شد. ما گفتم که برای چی همین حاجی میرزایی که اینقدر بگیم که امری معروف میکرد، همین حاجی میرزایی که مردم میگفت که مسلمان برادر مسلمان است، مردم میگفت که در مسلمان بدن ایشان و ملا و بگیم یا که سرخ سفید سیاه و کبود نیست، در مسلمان این همی حدیث بود یا آیت بود، همیرم از زبان حاجی میرزا اولین بار ما شنیدم که این اکرمکم عند الله اتقاکم، در نزد خداوند بگیم که محبوب ترین شخص ها همون کسایی هستند که تقوا دارند، نه اینکه تاجیک هستند، نه اینکه حاجی میرزا هستند، نه اینکه حاجی هستند، نه اینکه ایشان هستند، نه اینکه تاجیک هستند، نه اینکه قرغز هستند، بلکه تقوا دارند در نزد خدا. بگیم محبوب ترین بنده ها همین بنده ها هستند. اما همه حاجی میرزایی که
مردم دعوت میکرد که المسلم اخو المسلم، یعنی مسلمان برادری مسلمان است. همین حاجی میرزا امروز برآمد میکنه، مردم هم میگه که اومدن پیش برای جنگ کردن، یک بار هم در 10 مینوت نمیگه که مردم هوشیار باشین که از اون طرف مقابل هم مسلمان ایستادگی است. جای ننگ ننگ است، جای جنگ جنگ است. درست. برای چی حاجی میرزای محترم، برای چی وقتی که امام علی رحمانو خاک سرزمین ما را به خیتای فروخت، تا یک بار نه بر اومدی برآمد بکنی بگوی که جای ننگ ننگ است، جای جنگ جنگ است، بخیزین از مرز بومی وطن دفاع بکنید. من میدونم برای چی نگفتی. برای که خون مسلمان در دنیا ارزانتر از برگ کهشیدگی است. این چنین در نزد تو. برای چی تو نگفتی؟ 1,500 کیلومتر کوادراتی زمین تاجیکستان رحمانوف به خیتای فروخت در برابر 6 میلیارد دلار. برای چی تو مسلمان، تو دوملا، تو حاجی، تو یک آدمی موعظه‌گر در اون زمان نخیزی خاک وطن در دیگر مردم و دیگر ملت فروخته شدگی است، بخیزین از خاک وطن دفاع بکنیم. و امروز تو میخیزی مردم هم میگوی که بخیزین از خاک وطن دفاع بکنیم. ما هم طرفدار هستیم که هر یک فرد تاجیک از خاک وطن دفاع بکنه. ما هم طرفدار هستیم. ما خودمان هم آماده هستیم که از خاک وطن دفاع بکنیم. اما ما الحمدلله که از زمانی که گروه 24 حرکت شروع کردگی است، ما در آن مسئله که رحمان و زمین به خیتای فروخت گفتیم، در مسئله پرابلم قرغیزستان هم 10 بار گفتیم. ما از سال 2014 2015 است که این پرابلم بین قرغیز و تاجیک گپ میزنیم، میگیم که مردم این همیجا خیلی پرابلم شده است. همه حکومت در این همین مسئله خنک نظری کرده است. اما متاسفانه یک بار حاجی میرزا همین نوارای ما را تماشا نکرد از سال 2014 2015 این ما را. امروز حاجی میرزا خیست از اکل یک نوار ما را تماشا کرده است که در برنامه کدام سوال داده است که در این هم برنامه حق و باطل کدام سوال داده است که یگان داملا نیست همیجا که برای ما فتوا بتیه که ما وقتی بریم در اونجا کشته بشیم آیا شهید میشیم یا که نه. کدام از همین اشتراکچی این برنامه جواب داده است که داملا تا او سبمان ولی جا پرابلم مرزی است و همه چیزا حاجی میرزا بهانه کرده است برای اون که طرفداری از برنامه کشیدگی رحمانوف بکنه و تنقید به دشمنای رحمانوف، به مخالفای رحمانوف، یعنی به گروه 24 تنقید بکنه. مردم باز بداره از بگیم که دعوت های گروه 24. اما حاجی میرزای محترم برای چی نمی سوالت جواب بده که برای چی تو از سال 2012 شد گروه 24 هر روز هر برآمدشون ده هر عضو گروه 24 میگه که زمین تاجیکستان به خیتای فروخ رحمانو دکزد چی آمد کجای رسید که پارلمان تاجیکستان اعتراف کرده چیزا. یک بار تو چی به نبر اومدی بگوی که گروه 24 همیشه اینم خیلی گپ بود وقت تماشا ما نمیکرد او چیزا رو نمیبینه. تلفنی او فقط مسلمان کشی را میبینه و دعوت بزید مسلمان ها را میبینه. نگاه کنید، من به خدا قسم با میگم که از این همی وضعیتی که امروز هست نه فایده قرغیز است نه فایده تاجیک. هم ضرر قرغیز است هم ضرر تاجیک، هم ضرر ایمانی بر قرغیز است هم ضرر ایمانی بر تاجیک. مردم قرغیز اونم یک گنرالش در اومد، من راستی قناماشون در خاطر نمیمونه به خاطر که یک نوع غلطی دارن با هم ملت چون بگیم که نام
اون برادر افضل، برادر افضل. نفهمیدم. انا آواز نیومسته. خب برادر زید ببخشید باز 21 مینوت ما اوکی. در همین بلوتوزی ماشین بمانمش که کم تر صداش بلندتر بگوید. خب یک بار دیگه خواهش میکنم تکرار بکنید که صداتون. صدا تونو ساز شد یا صحبت کنیم کن خب ساز شد. مقصد که گنرالی قرقیز ما تماشا کردن نوارشا و شاید که همه شما هم تماشا کردین که میگه که ما از جانب تاجیکستان درخواست کردیم که همین زمین بارو 12,000 کیلومتر است، همین را برای ما بتیم. ما از بوتن برای شما 12,000 کیلومتر میتیم. یعنی نگاه کنین و یا یک 12,000 گکتار کیلومتر نه 12,000 گکتار. نفهمیدم. همچین بک توشیف گنرال مایوری رئیس کمیته امنیتی ملی قرقیزستان گفت که 12,000 گکتار بتین کیلومتر نه. خب خلاصه بله شاید من خطا بکنم. خلاصه همین پیشنهاد میگه کردیم که یعنی نگاه کنین شما اگر خریطه را بکشونید همین زمین واروخ در داخل قرقیزستان است. یعنی نگاه کنین من طرف قرقیزا را نمیگیرم، من هر چیزی که حقیقت است، هر چیزی را که بگیم که با عقل خودم مقایسه کردم امو را گپ میزنم. یک نفر شما خانه میسازیم، در یک جا زمین میخریم خانه میسازیم، در داخل خانه شما یک کس دیگه میاد خانه میسازه. برای شما همین چیز پرید نیای؟ البته نیست. بگیرین این همین واروخه در گوگل کارت است کو واروخ بنویسین میبروید در بین زمین قرقیزا است. این چیز در زمان شوروی روس ها حکومت های شوروی مخصوصا برای این خیلی روزا تیار کردگی بدن. این پرابلم نه تنها در تاجیکستان و قرقیزستان است، در تمام دولت های سابق اتحاد شوروی همین خیلی یک فتنه دختگی بود شوروی تا اینکه این همین روزها حاصل هم را برداره. و این چیز من باز تکرار میکنم که با فایده مردم تاجیک و با فایده مردم قرقیز نیست. نگاه کنید پیشنهادی که اونا کردن من نمیگم که ما باید که با پیشنهادی هم بگیم که قبول بکنیم و همون کار بکنیم واروغ بتیم یا که از یه جای دیگه زمین بگیریم. اما نگاه کنید که همون مردم یک کوششی کردن که برای دیپلماتی همین چیز حل بشود. اما رحمانو چکار کرد؟ رحمانو با ورتالیت رفت در واروغ دخترکا رو در گرد اطرافش جمع کرد، شعرخوانی و سرودخوانی کردن. برآمد یک 4 تا استادیون چی را نشان داد، گفت که ما گفت 19 سال شد خلاصه حساب حساب میکنیم 1 متر واروغ هم با هیچ کنه میتیم. این هم خیلی یک بقیه قطعی گپ زد برآمد رفت. فکر نکرد که این مردم در درون خونه شون ما خونه سوختگی هستیم. اگرچه این حق برای ما بگیم که شوروی داد وقتی تقسیم کردن، اما ما باید این فکر بکنیم که ما در درون خونه و یا خونه کردگی هستیم. اگر که ما نمیتیم زمینه ما نباید که قطعی اونها یک دغلانه رفتار بکنیم. ما قطعی اونها باید که برای های دیپلماتی چیز حل میکردیم. نگاه کنین من امروز با یک نوار دیگر رو تماشا کردم، مردم قرقیزستان تظاهرات کردگی هستن، دعوا دارن از حکومت که برای ما هم سلاح بتیم و برین بجنگیم. کار نگاه کنین تا کجا رسید که الکی یک جنگ بین 2 محله و جنگ 2 ملت برابر شده. 2 ملت مسلمان با یکدیگر آماده بگیم که خونریزی دارن. برای چی؟ برای که یک برزگاه در سر قدرت تاجیکستان شتگی است، نمیخواه که همین
کنفلیکت به انجام برسه و انجام ای به منفیت همی دو ملت بشود. به خدا قسم در اینجا خیلی فایده رحمانوف است و فایده رحمانوف هم برای شما اگر اجازه بدین من بگم. فایده رحمانوف در اینجا تنها همی است که انمو نفره که گردنبند رحمانوف در دستی اوست، انمو نفره که رحمانوف سگی انمو است، اون نفر به رحمانوف اجازت نمیتیه. اون نفر میگه که تو این همیجا دوله نیست از دعوت کردن بگیر، جنگ میشوه. از اون طرف مردم قرقیزستان قیام کرد، گفت که در روزهای اول اگر تماشا کردگی باشین مردم قرقیزستان خیستن میتینگ کردن، از حکومت قرقیزستان طلب استعفا کردن. این بله. کاری قرقیزها نبود، کاری انمون نفرای بود که رحمانوف سگ اونها است در قرقیزستان. برای چی؟ برای که مردم قرقیزستان از قلتق حکومتشون بگیرن، حکومت در یک حالت ناگوار قرار بگیره و به گپ صاحبای رحمانوف بکنه و همو بگیم طلب صاحبای رحمانوف به جا بیارن. این فکر شخصی ما است. اگر کسی یگان اعتراض داره برای این فکر نباید که برای گروه 24 اعتراض. هر یک انسان آزاد است در فکر کردنش. من آزاد هستم و فکری آزادی خودم بیان کردم و از تمامی مردم تاجیکستان در آخر صحبتم دعوت میکنم که ای مردم، باز دهمین بار من برای شما میگم که والله قسم فایده برای شما نداره. شما اگر بخواین که بعد از این قدر کشمکشی ها، بعد از این قدر شهید دادنی ها، بعد از این قدر بدنامی ها، گناهگاری ها در نزد خدا، بخواین که یک آبروی به دست بیارین، بخواین که یک طلب توبه از جانب خدا بکنین، بخیزین طلب از حکومت رحمانوف بکنین که استعفا بتین. چی به مردم قرقیزستان میتونن یک ملت دیگه برای کار خچبود کردن بخیزونه طلب میکنن از حکومتشون استعفا را؟ مردم تاجیکستان در این قدر پرابلمه که رحمانوف ساختگی است طلب استعفا نمیکنن. اگر شما واقعا میخواهید زمانی که حضرت موسی علیه السلام به ملاقات خداوند بالای کوه طور رفت، چند روزه که نه آمد، خیستن مردم گوساله پرست شدن، از تیلا گوساله ساز کردن و او را پرستش کردن. وقتی که حضرت موسی علیه السلام گشت آمد، از جانب خدا برای او مردمی که خیانت کردن، برای مردمی که از دین خدا رو گرداندن چی امر شد؟ خداوند گفت که کسایی که گفت از دین تو نگشتین و کسایی که از دین تو گشتین شمشیر بگیرین یک دیگر تا بکشین. در اوجا پدر فرزند کشت، فرزند پدر کشت، تا زمانی که خداوند با اونها رحم کرده بخشید چون امر کرد که بس کنین. و امروز هم کاری که ما و شما کردگی هستیم یگانه جان فدایی راه توبه کردن در نزد خدا و او جان فدایی ما طلب استعفای اینمی حکومت است. من نمیگم که کاری آسان است، کاری قین است. به میدان ها ریختن طلب کردن استعفا از حکومت کاری قین است. میبرن زندانی میکنن، شاید میزنن میکشن یک 10 تا 20 تا و 100 تا 1000 تمونه. اما ما هم انشاءالله که در این دنیا نجات میابیم و هم در قیامت، هم آزادی دنیا را به دست میاریم و هم آزادی قیامت. و ایلاکو ما به خدا قسم در این دنیا از وقتی که تولد شدیم اینمی رحمان فدیدیم، در عذاب هستیم، در شکنجه هستیم، در غربت هستیم و قیامت ما را من خیلی سوختگی است. در قیامت هم همین است. یگانه راه قیام کردن است. این همین رژیم بدبخت از من مردن است. با امید پیروزی است. علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. سلامت باشی برادر ابوذر. اگر یکم سوالت به ما نداشته باشید من قسم دارم.
خدا نگهبان باشه برادر روی صفحه. بله یک طرف ایستادم در یک پارک پلاس صحبت کردم. السلام خدا علیکم. نگهبان دوام eteyim.